چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راههای من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ماندگار. درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه به صورت روزانه مطالعه می‌کنیم. اگر مایلید که به کتاب‌های قبلی که مطالعهشون کردیم برگردید، میتونید اونها رو در وبسایت ما یعنی tamamkitab.com پیدا کنید. اگر سوال یا درخواستی دارید برای ما به آدرس info@tamamkitab.com ایمیل بفرستید. ما در مطالعه‌مون از کتب عهد جدید به نامه یعقوب فصل 3 آیات 1 تا 12 رسیدیم. نامه یعقوب یکی از نامه‌های جامع عهد جدید هستش. این نامه درباره پارسایی عملی در نظر خدا به عنوان گواهی بر اصالت و خلوص ایمان صحبت میکنه. در برنامه امروز به زبان، گناه زبان و اهمیتش در انضباط و تعدیب زندگی فردی توجه میکنیم. اما در همین ابتدا سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت خادمین خداوند دکتر فایز فؤاد و دکتر اسامه عاطف. خیلی خوش اومدید. درود بر شما. به حضاری که همراه ما هستن هم خوش آمد عرض میکنم. بینندگان عزیز، تا لحظاتی بعد مطالعه امروز رو آغاز میکنیم. با ما همراه باشید. مجددا خوش آمد. خیلی ممنونم. میدونیم که نامه یعقوب به 5 فصل تقسیم شده. یاد گرفتیم که فصل اول بر موضوع ایمان و رنج‌ها تاکید داره. فصل 2 درباره ایمان و اعمال صحبت میکنه و امروز روی فصل 3 یعنی ایمان و زبان مکث میکنیم و مسئله گناهان در کلام و زبان. آیات 1 تا 12 رو میخونم و بعد با سوالی در خدمت برادر اسامه خواهیم بود. ای برادران من، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید، چون میدانید که روز داوری برای ما معلمین سخت‌تر خواهد بود. همه ما اغلب مرتکب خطاهایی میشویم و کسی که در سخن گفتن خطا نکند مرد کاملی است و میتواند تمام وجود خود را مهار کند. ما به دهان اسبان دهنه میزنیم تا مطیع ما شوند و به این وسیله تمام بدن آنها را به هر طرف که بخواهیم برمیگردانیم. همچنین میتوان کشتی‌های بسیار بزرگ را که از بادهای سخت رانده میشوند با استفاده از سکان بسیار کوچکی مهار کرد و به هر کجا که ناخدا بخواهد هدایت نمود. زبان هم همین طور است. گرچه عضو کوچکی است ولی ادعاهای بسیار بزرگی می نماید. چه جنگل‌های بزرگ که با جرقه‌ای آتش می گیرند. زبان هم آتش است. در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از شرارت است که همه وجودمان را می آلاید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می کند. انسان توانسته است و باز هم می تواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند، ولی هیچ کس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگاه دارد. زبان شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده است. ما با آن هم خداوند و پدر را حمد و ستایش میگوییم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است دشنام میدهیم. از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می شود و هم دشنام. ای برادران، این کار درست نیست. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ای برادران، آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور انجیر به بار آورد؟ همینطور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد. من روی آیه 1 مکث می کنم. ای برادران من، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید، چون میدانید که روز داوری
برای ما معلمین سخت‌تر خواهد بود. بفرمایید منظور از این آیه چیه؟ یعنی همه شما نباید معلم باشید. در حقیقت در اینجا نویسنده درباره معلمانی که خداوند بهشون عطای تعلیم داده صحبت نمی‌کنه. مثلا افسوسیان 4. بله، با توجه به اون میدونیم که خدا به برخی عطا کرد که رسول باشن، برخی نبی، مبشر و مابقی شبان و معلم باشن. او در اینجا به معلمینی که هم فکر خدا هستن و هدیه خدا به کلیسا هستن اصرار نمی‌کنه که تعلیم ندن. اما چون این عطیه، یعنی عطیه تعلیم، به این دلیل که زرق و برق داره و فرد رو در مرکز توجه قرار میده و همچنین در دید مردمه، به خاطر این قضیه بسیاری از ایمانداران دنیوی دنبال این هستن که معلم بشن و به این توجه نمی کنن که عطای اون رو دارن یا نه، و حتی اگه عطای اون رو داشته باشن انگیزشون باید سنجیده بشه. پس آیا ما اشتیاق و انگیزه این رو داریم که خودمون رو معلمین حقیقت نشون بدیم؟ آیا مثل فریسیان طمع داریم که توجه ها رو به خودمون جلب کنیم و چشم همه به ما باشه؟ آیا میخوایم مردم به ما اشاره کنن، ما رو پیروی کنن و جلالمون بدن؟ یعقوب بهشون میگه درست نیست که بسیاری از شما معلم دیگران باشید. به بیان ساده تر، اشتیاق شما با انگیزه های پلید همراه نباشه. پس در حقیقت میتونیم بگیم که اشتیاق برای تعلیم به دیگران در درون ما یافت میشه. اما نویسنده نمیگه چون میدانید که با سختگیری بیشتری داوری خواهید شد، بلکه میگه بر ما معلمان داوری سخت‌تر خواهد شد و خودش رو جزو اونها میدونه. پس حتی کسانی که عطای واقعی دارن باید این هشدار رو بپذیرن. مبادا چیزهایی تعلیم بدیم که طبق اونها زندگی نمی‌کنیم. در غیر این صورت به جای اینکه مایه برکت باشن، سنگ لغزش دیگران میشن. اون وقت ما لایق داوری میشیم، نه برکت. درسته. دکتر فایز، همونطور که در برنامه‌های قبل شنیدیم، نامه یعقوب درباره انگیزه‌ها صحبت نمی‌کنه، بلکه درباره رفتارها میگه. این نامه پارسایی عملیه. به خاطر همین در آیه 2 میگه ما همه بسیار میلغزیم. اگر کسی در گفتار خود نلغزد، انسانی کامل است و میتواند تمامی وجود خود را مهار کند. او در اینجا درباره گناهان زبان و اینکه چطور زبان معیار کامل بودن یا نبودن فرد هستش صحبت میکنه. درباره مسئله زبان به ما بگید. خب اولین مشکل اینه که این افراد درباره امور عالی و والا صحبت میکنن، اما مطابق با تعالیمشون زندگی نمیکنن. با زبانشون تعلیم میدن و به شکل دیگه ای زندگی میکنن. همه ما به اشکال مختلف میلغزیم، اما شدتشون فرق میکنه. چون لغزش خوردن شخصی که در جایگاه شاگرده با کسی که معلم او لغزش میخوره متفاوته. بنابراین لغزش تعلیم گیرنده با کسی که در جایگاه تعلیم فرق داره. در واقع این مشکل منو یاد کلامی میندازه که در متی 23 خطاب به کاتبین و کاهنان اومده و خداوند به ضدشون صحبت کرده و میگه وای به حالشون، شما مال بیوه زنها را میبلعید و حالان که محض خودنمایی نماز خود را طول میدهید. بعد میگه به این جهت شما شدیدترین کیفرها را خواهید دید. همین کلام در فصل دوم رومیان خطاب به معلمین یهودی گفته شده. وقتی پولس میگه اما اگر تو خود را یهودی مینامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را میشناسی به خود میبالی و اراده او را میدانی، اراده او در شریعت، تشریفات و قوانین شریعت آشکار شد و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح میدهی و شما ادعای خیلی چیزا رو دارید. شما که به دیگران تعلیم میدید به خودتون چیزی یاد نمیدید. بنابراین بهشون میگه داوری شما بسیار سخت خواهد بود. پس در اینجا معلمین با استفاده از کلمات ارزشمند درباره موضوعات مهمی صحبت میکنن، در حالی که مطابق با تعلیماتشون زندگی نمیکنن. این اولین مشکله. دومین مشکل اینه که شخصی ادعا میکنه که لایق معلمیه و لایقه که نقش رهبر رو در کلیسا داشته باشه، در حالی که کارهای او ثابت میکنه که بدترین شخص برای نقش معلمی در جماعت خداست. چرا؟ چون شما نمیتونید جلوی زبانتون رو نگه دارید و کسی که نمیتونه زبانش رو مهار کنه نمیتونه هیچ چیز دیگه ای رو در زندگیش کنترل کنه. دشوارترین چیز برای هر شخص اینه که زبانش رو کنترل کنه. کسی که به سختی زبانش رو مهار میکنه میتونه به راحتی لغزش بخوره و مشکلاتی براش به وجود بیاد. پس میگه اگر کسی در گفتار خود نلغزد، انسانی کامل است. کامله، اما نه به معنای کامل مطلق. انسان کامل رو میشه به دو طریق درک کرد. اولیش اینه که او تأدیب نفس کاملی داره و میتونه خودش رو کنترل کنه.
و در صحبت عجله نمیکنه. دوم به این معناست که او در مورد خوراک، اعمال، ظاهر و همه چیزش تأدیب نفس داره. درست. دومین جنبه میگه کسی که بتونه زبانشو مهار کنه انسان کاملیه. کسی که الگوی خداوند عیسی مسیح رو پیروی کنه انسان کاملیه. مسیح بدون گناهه، حتی یه گناه نداشت. به قول شخصی مسیح هرگز چیزی نگفت که به خاطرش عذرخواهی کنه. مسیح حرفی به زبون نیاورد که مجبور شه حرفشو پس درست بگیره. رو در زمان درست به زبان آورد. بله، یه بار سعی کردن او رو با کلامش گرفتار کنن، اما کسی نتونست حتی با یک کلمه او رو گرفتار کنه. رفتن تا او رو بگیرن و با حرفاش گرفتارش کنن، اما برگشتن و گفتن نه هیچ کسی تا به حال مثل او اینطور حرف نزده. تا جایی که میتونیم کامل خودمون رو کنترل کنیم، میتونیم موافق و مطیع خداوند عیسی مسیح بشیم، انسانی کامل. خب به نظرم یه مفهوم سومی هم داره، اینکه انسان کامل انسانی پخته است و در حقیقت یعقوب به نوعی مخاطب رو به بلوغ روحانی هدایت میکنه. در یعقوب یک انگار میخواد بگه شخصی که از بلوغ روحانی برخورداره در آشفتگی ها صبوره. در یعقوب 2 میگه شخصی که دارای بلوغ روحانی در حقیقت گام برمیداره و در یعقوب 3 شخصی که بلوغ روحانی داره در گفتارش لغزش نمیخوره و زیاد از حد هم صحبت نمیکنه. مسئله اینه که پرحرفی موجب گناه میشه. اما شخص عاقل بیشتر سکوت پس شخصی که از بلوغ روحانی برخورداره با اعمالشون رو ثابت میکنه، نه با گفتارش. پس خیلی وقتا ممکنه وقتی رو با هم سپری کنیم و واکنش ما به بعضی جملات با سکوت همراه باشه و مطمئناً به خاطر اون سکوت پشیمون نمیشیم. اما خیلی وقتا شخص از گفتن بعضی کلمات پشیمون میشه و میگه کاش این حرفا رو نمیزدم. وقتی حرفی در موقعیت نابجا زده بشه میتونه زندگی رو به جهنم بکشونه. بریم و گزارشی ببینیم و بعد با سوالی از حضار در خدمتتون هست. شخصی گفته است اگر میخواهید زبانتان را از لغزش حفظ کنید باید از 5 چیز آگاه باشید. با چه کسی صحبت میکنید؟ درباره چه کسی صحبت میکنید؟ چطور صحبت میکنید؟ چه زمانی صحبت میکنید و کجا صحبت میکنید؟ تمام ملت‌ها و قوم‌ها به شکل‌های مختلف درباره اهمیت زبان بحث کردند. گفته شده که این زبان کوچک بدون استخوان میتواند خرد کند و بکشد. جمله معروفی است که میگوید زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. چینی ها میگویند سرعت زبانی که یک کلمه بیان می کند از اسب بیشتر است. کتاب مقدس تمام اینها را خلاصه می کند در هر که مواظب سخنان خود باشد جان خود را از مصیبت نجات می دهد. در آیات 3 و 4 تشبیهاتی به کار رفته مثل اسبان و دهنه اونها، کشتی و سکان اون. چه ارتباطی بین این تشبیهات با انسان و زبانش؟ بفرمایید برادر اسامه. خب به باور من شباهت‌های بسیاری وجود داره بین زبان با دهن از یک طرف و سکان کشتی از طرف دیگه. اولین شباهت اینه که کوچکترینه از نظر اندازه. زبان در مقایسه با بسیاری از اعضای دیگه بدن و البته در مقایسه با تمام بدن کوچکتره و همچنین شباهت دیگه‌ای هم از نظر جهت‌دهی وجود داره. پس همونطور که لگام و سکان به ترتیب اسب‌ها و کشتی‌ها رو هدایت می‌کنن، زبان هم تمام زندگی انسان رو هدایت می‌کنه. و همچنین من شباهت سومی هم می‌بینم که اونم لزوم کنترله. پس لگام برای اسب لازمه، اما به تنهایی کافی نیستش، بلکه به یه اسبسوار ماهر هم نیازه. و همچنین سکان برای کشتی لازمه، اما باید یه ناخدایی هم توی کشتی باشه. درسته. پس این در مورد من هم صادقه. من به کسی نیاز دارم که هدایتم کنه و همچنین حرکتم بده و در نتیجه بتونه زبانم رو کنترل کنه. و این هدایت کننده شخصی الهی، اقنوم الهی یا روح القدسی که در من ساکنه. پس وقتی به روح القدس این فرصت رو میدم که کلام من رو هدایت کنه، البته که اعمال و کردارم رو هم هدایت میکنه. درسته. بنابراین ما به هدایت، کمک و رهبری روح نیاز داریم، چون اگر رابطه رو به طبیعت کهنه‌ای که در من هستش بسپارم، من رو به بقیه تشبیهاتی که در مورد زبان گفته شده هدایت میکنه، مثل زبان به عنوان آتش و یا زهری مهلک. پس رهبری رو باید به چه کسی سپرد؟ پس دلیل موفقیت به کسی مربوط میشه که سکان کشتی رو کنترل میکنه و
لگام نگه می‌داره. اسب رو کنترل کاملا میکنه. درست. مزمور 45 هم درباره زبان میگه زبان قلم نویسنده‌ای چیره دست است، مثل قلم امان نه در دستان من بلکه در دستان نویسنده‌ای چیره دست تا بتونه مدح پادشاه رو بگه. دکتر فایز آیات 5 و 6 درباره عمل و تأثیر زبان صحبت میکنن. نظرتون چی هست؟ تفسیر من 3 پیامد جدی از زبان کنترل نشده یا لغزش‌هایی که زبان سبب وقوعشون میشه. زبان اولین ادعاست وقتی زبانو به کار میبریم، اما نه برای اکرام خداوندمون عیسی مسیح و نه برای اینکه توجه ها رو به او جلب کنیم، بلکه برای تعریف و منم کردن به کار میبریم. خودمون رو بزرگ میکنیم، در مورد خودمون صحبت میکنیم، در مورد دستاوردها و موفقیت‌های گذشتمون. یادم پولس رسول، کسی که خدمتی بی‌نظیر داشت، گفت ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم. من همه چیزو فراموش میکنم. منظورش گناهانش نیست، بلکه دستاوردها، توانایی‌ها و نامه‌هایی بود که برای کلیساهایی که بنا کرد نوشته بود. حتی وقتی یه بار خداوند لذت تجربه‌ای استثنایی رو به او داد، چون به آسمان سوم رفته بود. به مدت 14 سال در موردش چیزی نگفت. شاید مردم او رو به خودستایی واداشتن تا درباره این تجربه باشون صحبت کنه. اما متاسفانه ما گاهی از زبانمون برای تمجید و خودستایی استفاده میکنیم. من اونو نشستن روی آتیش توصیف میکنم. به خاطر همین میگه چه جنگل‌های بزرگ که با جرقه‌ای آتش میگیرند. پس زبان مثل آتش و دنیایی از شرارته. میتونم با استفاده از چند کلمه آتیشی بزرگ بپا کنم. مثلا وقتی رازی رو آشکار میکنم، وقتی غیبت میکنم یا وقتی حرفایی میزنم که میتونه بین دوستان دشمنی ایجاد کنه. مثلا داستانی رو تعریف میکنم که لازم نبوده کسی بدونه، زیرا محبت گناهان زیادی را میپوشاند. اما فاش کردن راز باعث مشکل میشه. انگار آتیشی بین برادران و دوستان به پا میکنه. مسئله سوم اینه که شیطان میتونه از زبان استفاده کنه. چون گفته شده زبان هم آتش است. در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از شرارت است که همه وجودمان را میالاید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل میکند. پس شیطان میتونه از زبان من استفاده کنه. در رابطه با این عیسی مسیح روزی اشاره کرد که قرار مصلوب بشه. در اون زمان پتروس او رو به کناری برد و با اعتراض گفت خدا نکند، خیر، خداوندا هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد. خداوند بهش گفت دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی. انگار که خداوند داشت بهش میگفت پتروس، شیطان داره از زبان تو استفاده میکنه تا یه چیزی به من بگه. اگه قدرت روح القدس در ما حاکم نباشه یا زبانمون با روح مطیع نشده باشه، شاید چیزایی بگیم که انگار در جهت اهداف شیطان قدم برداشتیم. درسته. گاهی درباره طیف وسیعی از تأثیراتی که زبان داره صحبت میکنه. پس وقتی کسی کلمه‌ای میگه فقط بر او تأثیر نمیذاره، بلکه میتونه تمام زندگی رو به آتش بکشونه. دامنه وسیعی از تأثیر. بله. در ادامه این کلام یعقوب در آیه 7 میگه انسان توانسته است و باز هم میتواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند. همه مخلوقات میتونن رام بشن. مردم شیرها رو رام میکنن، اما هیچ کس نمیتونه زبان رو رام یا مطیع کنه. درسته. نظرتون چیه؟ در مورد قدرت و تأثیر زبان بگین. خب در اینجا نویسنده درباره ایمانداران صحبت نمیکنه، بلکه به طور کلی درباره مردم صحبت میکنه. پس میگه این حیوانات رام شده برای بشر رام هستند و همچنین اضافه میکنه که ولی هیچ کس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگاه دارد. پس اینجا داره میگه هیچ کس، هیچ انسان. بله، میفرماید همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند. پس اینجا هیچ کس یعنی عموم مردم. پس منظور یعقوب ایمانداران نیستش. میفرماید زبان شرور و رام نشدنی است. به نظرم کسی وجود نداره که روح القدس در او ساکن نباشه و از خدا مولود نشده باشه، با این حال بتونه زبونش رو مهار کنه. اگه کنترل کردن زبان برای ایمانداران تا این حد دشواره، برای بی ایمانان چقدر سخت‌تره. پس هیچ انسانی نمیتونه زبانش رو کنترل کنه. ما ایمانداران یاد گرفتیم که انضباط داشته باشیم. انضباط در زندگی روحانی ما مسیری طولانیه. ما باید در وقتها و ملاقاتمون نظم و انضباط داشته باشیم تا بتونیم غرایز و نیازهای خودمون رو کنترل کنیم و همچنین خشم و غضبمون رو کنترل کنیم و همچنین باید کلام خودمون رو و چیزهایی که میگیم رو بتونیم کنترل کنیم. بنابراین کتاب مقدس به ما میگه که اما شخص عاقل بیشتر سکوت میکند و همچنین داوود میگه که خداوندا لبها و دهان مرا نگهبانی فرما. درسته. پس نباید این رو از یاد ببریم و باید به خداوند بگیم که اگه این مسئله جدیه
و اگه تو لغزش زبانی رو اینطور ارزیابی میکنی پس لبها و دهان مرا نگهبانی فرما. میخوام به جمله هیچ کس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگاه دارتن اشاره کنم. البته هیچ کسی نمیتونه زبان خودش رو کنترل کنه. اما من خدا رو برای این موضوع شکر میکنم که چنین شخصی وجود نداره. اما کسی هست که انسان نیست و میتونه زبان رو کنترل کنه. روح القدس. میخوام به هممون یادآوری کنم که بدون خداوند قادر نیستیم کاری انجام بدیم. بدون خداوند نمیتونیم زبانمون رو مهار کنیم. بدون خداوند هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اما این مسئله حالت مطلق نداره. چون اگه به قدرت روح القدس که محزون و خاموش نشده باشه، من به فیض خدا میتونم زبانم رو کنترل کنم و ثابت کنم که مثل خداوند عیسی مسیح هستم. مهمترین چیزی که میتونه ما رو دلگرم کنه اینه که کسی به نام مدیر وجود داره. هر جا مدیر بخواد اوست که سکان رو کنترل میکنه. پس اگه عموم مردم نتونن زبانشون رو کنترل کنن و از گناهانشون دوری کنن، کسی که روح القدس در او ساکنه قادر زبانش رو کنترل کنه. خود روح مدیر یا ناخداست که سکان کشتی رو حرکت میده. بریم و سوال دیگه ای رو از حضار بشنویم. می‌فرماید ما با آن هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می‌گوییم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده دشنام می‌دهیم. درباره این آیه توضیح بدید. دکتر فایز لطفاً آیه 9 رو توضیح بفرمایید. خب من فکر می‌کنم منظور یعقوب از این آیه اینه که زبان رو میشه به دو هدف کاملا متفاوت هستن به کار برد. برای برکت یا لعنت. خب آیا ممکنه از یک عضو بدن برای دو کار استفاده کرد؟ چون یعقوب میگه آیا یک چشمه میتواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ آیا چنین چیزی میشه؟ نه، این امکان وجود نداره. خب منظور چیه؟ همونطور که از اینجا میفهمیم یعقوب درباره ایماندار صحبت میکنه و میدونیم که ایماندار دو طبیعت داره. طبیعت تازه که میتونه از زبان برای برکت دادن استفاده کنه و اما طبیعت کهنه و جسم و نفس که در ما ساکنه و میتونه از زبان به عنوان منبع لعنت استفاده کنه. پس موضوعی که اینجا اهمیت داره اینه که چه کسی زبانو کنترل میکنه. آیا روح القدسه که میتونه در ما طبیعت جدید رو به بهترین نحو به بار بیاره، یا آیا با استفاده از زبان به طبیعت کهنه خودم خوراک میدم؟ همونطور که کمی قبل اشاره کردیم زبان میتونه به آتش بکشونه. شما رهبری رو به چه کسی میسپرین؟ آیا مدیر سکان روح القدسه یا نفس و جسمی که در من ساکنه؟ به نظرتون آیا ما رهبری رو به دستان شیطان میسپریم؟ درسته. خب چه کسی ما رو هدایت میکنه؟ گام برداشتن در جسم و نفس یعنی جسم ما از زبانمون استفاده میکنه، در حالی که گام برداشتن در روح یعنی روح از زبان استفاده میکنه. ادامه بفرمایید لطفا. خب دوست دارم شباهتی که بین موعظه سرکوه و نامه یعقوب هستش رو به همدیگه یادآوری کنیم. در موعظه سرکوه میبینیم که خداوند جنگی به ضد ریا و دورنگی به پا میکنه. او توضیح میده که چقدر این کار در نظر خدا نفرت انگیزه. میگه درخت خوب نمیتواند میوه بد به بار آورد و نه درخت بد میوه خوب. و تعجب میکنه با اینکه مردم میدونن یه درخت نمیتونه هم میوه خوب بده و هم بد، اما با این حال اونا و حتی شروران سعی میکنن که کارهایی بکنن که بهشون این تصور رو بده که نیکو هستن. و به باور من دورنگی و ریا بیماری تمام اعصار میتونه باشه. پس نتیجتاً باید این موضوع رو بفهمیم که ما باید در مورد این موضوع هوشیار باشیم که نمیتونیم خدای پدر رو برکت بدیم و با صدای بلند دعا کنیم که همه بتونن ما رو ببینن و همچنین درسته به صورت همزمان در دعاهامون کسانی رو که به صورت خدا خلق شدن لعنت کنیم. پس این دیگه چه نوع دعا و تقاضاییه؟ آیا اینها واقعا اینطور رفتار میکردن؟ درسته. اما ای برادرای من، حتی اگه ببینم شروران چنین کاری میکنن، برای ما اینطور نباید باشه. بله. ما اینطور رفتار نمی کنیم. هیچ چشمه این نیست که از اون هم آب شور و هم شیرین بیرون بیاد. درسته. درخت زیتون نمیتونه انجیر بار بده و درخت انجیر نمیتونه انگور بده. در تمام کتاب مقدس به دورویی و ریا اشاره شده، اما یادم ایلیا خطاب به مردم گفت دورویی جواب نمیده. اگر خداوند خداست از او پیروی کنید و اگر بت بد پس از او پیروی کنید. و در کلامی که خطاب به فرشته کلیسای لاودیکیه گفته شده بود و میدانم که تو نه گرم هستی و نه سرد، ای کاش گرم بودی و یا سرد. درسته. پس من این رو جنگی به ضد دورویی میدونم. چون دورویی و ریاکاری شرارته. مثلا شخصی با زبانش دیگران رو تخریب میکنه و با همون درسته. زبان خدا رو برکت میده و پرستشش میکنه. پس این جنگی کتاب مقدسی به ضد ریاکاریه. ممنونم. به انتهای برنامه رسیدیم. بریم و این قسمت رو با حضار مرور کنیم.
یعقوب فصل 3 رو اینطور شروع میکنه: ای برادران من، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید. آیا او به طور کلی تعلیم رو نهی میکنه یا کسان خاصی رو خطاب قرار میده؟ میخواد که به دنبال تعلیم با انگیزه‌های اشتباه نباشیم و آرزوهای ما با انگیزه‌های شرورانه همراه نباشه. نظرتون چیه؟ بسیار عالی. میخواید که چیزی اضافه کنید؟ اجازه بدین اینو بگم. اگه تعلیم بدیم و مطابق با آنچه تعلیم میدیم زندگی نکنیم، داوری میشیم. پس شتاب زده تعلیم دادن و زندگی نکردن مطابق با آنچه که تعلیم میدیم مستحق داوری. قبل اینکه درباره بخش دیگه صحبت کنم که درباره گفتار ناشایسته، میخوام بگم که یکی از گناهان زبان اینه که تعلیم صحیحی بدم اما مطابق با اون زندگی نکنم. پس این هم یکی از گناهان زبانه. من تعلیمم رو منعکس نمی‌کنم. بسیار خوب. من سوالی در مورد تشبیهاتی که در آیات 3 و 4 درباره لگام یا دهنه اسب و سکان کشتی اومده و ارتباطشون با زبان انسان دارم. اینها از چه لحاظ مشابهن؟ اولین شباهت کوچک بودن اونهاست. زبان عضو کوچکیه، مثل دهنه اسب یا سکان کشتی. دومین شباهت این که همگی مسئولیت هدایت رو دارن. زبان میتونه اعضای بدن رو هدایت کنه. و شباهت سوم ضرورت مهار کردنه. همونطور که ناخدا کشتی رو هدایت و کنترل میکنه و یا سوارکار اسب رو کنترل میکنه، روح القدس درون ما هم زبان و بدن ما رو هدایت میکنه. اسب نیاز به اسب سوار داره تا افسار رو بگیره و اون رو کنترل کنه. درسته. کشتی نیاز به ناخدا داره و بدن هم نیاز به کسی داره که زبان رو کنترل میکنه و اون شخص روح القدس. بسیار نظرتون چیه؟ بله خوبه. بسیار عالی. ممنونم. به انتهای برنامه رسیدیم. ممنون از شما خادمین خدا. خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، با آیه 9 از فصل 3 یعقوب با شما خداحافظی میکنم. او درباره زبان میگه ما با آن هم خداوند و پدر را حمد و سپاس میگوییم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است دشنام میدهیم. آیا درسته که با زبونمون خدای پدر رو برکت بدیم و او رو پرستش کنیم و با همون زبون مردم رو دشنام بدیم؟ شاید از من بپرسید چطور ممکنه؟ بهتون میگم هر کسی که در برابر خدا می ایسته تا او رو بپرسته و در عین حال دیگران رو لعنت و خار میکنه، کسانی رو که به شباهت خدا آفریده شدن، آیا این نتیجه ای داره؟ آیا اسم این کار ریاکاری نیست؟ چطور میتونیم به جایگاه پرستش و ستایش خدا وارد بشیم؟ میدونید پرستش چیه؟ پرستش یعنی برکت دادن خدا، ستایش و جلال دادن او. چطور خدا رو با زبونتون ستایش میکنید و بعدش غیبت میکنید، پشت سر مردم حرف میزنید و به اونها دشنام میدید؟ یا چطور ممکنه هنگام پرستش از خدا میخواید داوری کنه و مردم رو لعنت و تحقیر میکنید؟ ای برادران، این کار درست نیست. اما میخوام بگم که وقتی خدای پدر رو برکت میدید و رابطه سالمی با خدا دارید، این رابطه عمودی و سالم با خدا از رابطه افقی با مردم شروع میشه. اگر رابطه سالمی بین شما به عنوان کسی که با کار مسیح روی صلیب نجات پیدا کرده و خدا وجود داشته باشه، رابطه افقی با مردم خواهید داشت و اونها رو خواهید پذیرفت. بر مردم رحم میکنید، نسبت به اونها دلسوزی نشون میدید. کسانی رو که تفکر، مذهب، عقیده و یا رفتاری متفاوت با شما دارن رو میپذیرید. داشتن رابطه سالم با خدا باعث به وجود اومدن رابطه افقی و سالم با مردم میشه. به غیر از این، اگر از مردم نفرت داشته باشید، لعنتشون کنید و داوری خدا رو براشون بطلبید، پس رابطه عمودی شما با خدا اشتباهه. پس در راهی اشتباه قدم برداشتید. چطور میشه رابطه افقی و سالمی داشت؟ از طریق تولد تازه و پذیرفتن مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند زندگیمون. او طبیعتی تازه میبخشه و میتونیم به مردم محبت کنیم و براشون دعا کنیم. میفرماید به دشمنان خود محبت نمایید، به آنانی که از شما متنفرند نیکی کنید، برای آنانی که به شما دشنام میدهند دعای خیر کنید، برای آنانی که با شما بد رفتاری میکنند دعا کنید. شما میتونید این کارو بکنید اگه رابطه سالم با خدا برقرار کنید. وقتی مسیح به زندگیتون بیاد، مردم رو دوست خواهید داشت، براشون دعا میکنید و بهشون رحم میکنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همه شما. چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راههای من، کلام تو
شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساز شبانه نیکوی من. چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.